بود زمانه که به هر امر اطاعت کردیم، قسمتی روزی ازل گفته بود طاقت کردیم. دشمنی خود به دری خانه خود ره داده، رفته در کوه و کمر جای اقامت کردیم، رفته در کوه و کمر جای اقامت کردیم. شهر و ایران و دهات ولنگار شده، سوی ملکی دیگر رفته و سرسان بوده، و چونان دوری مخوف و چونان روزی سیاه، ما مدد خواه از آن درگهی یزدان بوده، و چونان دوری مخوف و چونان روزی سیاه، ما مدد خواه از آن درگهی یزدان بوده. آن خدایی همدان ناله ما را بشنید، که به امداد یک عاقل و فرزان رسید، که به امداد یک عاقل و فرزان رسید. گفت آن مرد خدا از سریمین بر سخنش، و شما سون بیارم شفقی صبحدمی، و هم از دعوتی و جمعی پریشان آمد. این چونین صلح به تاریخ یگان خلق ندید، این چونین صلح به تاریخ یگان خلق ندید، این چونین صلح به تاریخ یگان خلق ندید. درود عرض میکنیم دوستان ارجمند، برنامه فضا است و باز هم ما در رو برای شما قرار داریم. شما میزبانی مایید و ما مهمان شما، که کوشش میکنیم امروز این مهمانی خیلی خوب گذرد با یک برنامه دلنشین. و دوستان ارجمند، در برنامه امروزه فضا حضور دارند هنرمندان از ناحیه عبدالرحمن جامی که با یک ترانه دلنشین جذاب و شنیدنی برنامه امروز را آغاز بخشیدند. فخرالدین دولتوف مدیر بخش فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی و یک نفر شاعره خوشکلام زیبا سرمحرری روزنامه انباز رابعه خالمیرزا، حضورتان مبارک. خیلی شادیم که در یک دور هستیم و یک صحبت زیبا با شما میرویم و بار دیگر خوش آمدید. واقعا هم نور آوردید به برنامه ما. فخرالدین، شما در برابر آنه که
اختصاصی سرایندگی دارید در مثلا در یک کالج صنعت فعالیت کردید همچنین برقچی نیز هستید. بله. خب چرا برتریت دادید به صنعت؟ چرا خواستید که محض صنعتکار شوید؟ راستی از آقای خورده شادروان پدر مهربان من که به سرایندگی مشغول بودند این صنعتی که امروز از آن کودکی در دل من جای شده است بعد از با کمال رسیدن یعنی بعد ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد اوسیمی خواستم که باز به صنعت رو آورم و دوباره به کالج صنعت ناحیه رودکی داخل شده کالج صنعت رو نیز ختم نمودم و به صنعت رو آوردم و به ایجادکاری در بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی از سال 2013 نیز من رو به حیث کارمند کلوب دهاتی به کار قبول نمودند. طول 3 سال در آنجا فعالیت نمودم. بعد از 3 سال به حیث طریق گزارش به حیث راهبر انسامبل استرادی سازی آوازی شب چراغ بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی من را تعیین نمودند و طول 2 سال دیگر در انسامبل همچون راهبر انسامبل کار و فعالیت نمودم. با خواهش راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی و روزیگی ریاست فرهنگ ولایت ختلان اینچنین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان من را به حیث مدیر بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی از 20 ایون سال 2017 تعیین نمودند که تا حال در بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی عبدالرحمن جامی ببینید یک نفری که در یک ساحه تلاش میکند مثلا یک آرزوی کودکیش رو هرچند که مثلا دیگر ساحه میرود اما همون خواهش همون آرزو همون شوق در دلش جوش میزند و واقعا هم میتواند که به همین سطح به همین زینه ها برسد و میدونید من اون نفرانی رو که سبک خاصه دارن در سراییدن و مانند نیستم و دیگران دوست می‌دارم و در سرایش شما در اجرای شما همین چیز رو من احساس کردم یک سبک خاصه دارید که مهین است آرام است و گوش‌نواز است. آهنگی که حالا اینجا پیشنهادی بیننده کرده ترانه‌ای که پیشنهادی بیننده ما گردوندید مال کی است؟ متنی که پیشنهاد کردیم از استاد شادروان میرزا فیض‌علیف بودن و آفرین واقعا هم ترانه جذاب بود شنیدنی بود و هنگامی که شما همین ترانه رو همون اوجش رو سراییدید واقعا هم یک احساس عجیب در خود حس کردم. من فکر میکنم که معلم رابعه خالمیرزا نیز از شنیدن این ترانه لذت بردن و همین احساسی من رو نیز داشتن اگر خطا نکنم. نه درست میگی فقط جان راستی فخرالدین این سرود رو خیلی هم زیبا و دلنشین سرود و من دیدم که واقعا آوازی او یک آوازی که با کسی تقلید نمیکنه. بله بله. از این خرسند هم شدم. تشکر از فخرالدین که اینجا خیلی زیبا این سرود را سراییدن. متن زیبا بود، آهنگ زیبا بود و از آهنگسازی فخرالدین راستی آگاه نبودم و حال آگاه شدم که در آهنگ هم او دست توانا دارد. و ببینید شما نیز همکاری دارید با سراینده ها، بعضا ترانه نیز ایجاد میکنید. ترانه های شما رو بعضا سراینده ها نیز میسرایند. خب در این سنگ چه همکاری چه مثلا تجربه ها دارید؟ خب اصلا وقتی که متن وقتی که شعر اون است او زودتر گمان میکنم که با آهنگ میشیند و سروده میشود. از این خاطر اینکه چند از شعرهای من سراینده ها خواندن برایم باعث افتخار هم هست راستی، زیرا سراینده ها هم نه همه شعر و سرود رو میخونند. از این خاطر گمان میکنم که همکاری کردن با شاعر برای سراینده خیلی خوب است و فخرالدین از میدونید فقط من فخرالدین رو میشناسم
بعد که آزمون اندلیب بود، آزمون تلویزیونی اندلیب بود و بعد اون ما صحبت‌های زیاد هم داشتیم و پیش از اندلیب هم در اونجا من فهمیدم که فخرالدین خیلی بچه با فرهنگ است. من میخوام از فخرالدین پرسم که امروز فعالیت بخش فرهنگ چگونه است؟ تا جایی که میدونم اینجا هم یک گروه جوانان به اینجا حضور آورده و تا اون جایی که معلومات هم دارم در بخش فرهنگ بیشتر کارمندان جوانان هستند. بله بله. امروز ما مینتداری خش رو سراول به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امام علی رحمون میرسونیم که توجه خاصه رو به ساحه فرهنگ به نهایت زیاد نموده است. آزمون ها برای دریافت استعدادهای نو تشکیل نمودند که ما کارمندان بخش فرهنگ برای در عمل تطبیق نمودن هر دستور سپارشی که از جانب وزارت فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی به ما داده می شود، اهل فرهنگ ناحیه کارمندان بخش فرهنگ سعی و کوشش نموده هر یک دستور سپارشی که به ما داده می شود کوشش میکنیم که در سطح خوب آن دستور سپارش ها رو اجرا نماییم. فعالیت کارمندان بخش فرهنگ راستی در سالهای اخیر نظر است هم گویم خطا نمیکنیم، چون که در بخش فرهنگ 33 مؤسسه های فرهنگی کار فعالیت می‌کنند برای خدمت رسانی اهالی ناحیه. در 33 مؤسسه فرهنگی 87 نفر کارمندان کار فعالیت می‌نمایند. گویم در هر یک آزمون و چاره‌بینی سیاسی فرهنگی که چی در ناحیه چی در ولایت یا در سطح جمهوری می شود فعالانه اشتراک می ورزند. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سال گذشته یک از نوازنده های شما جای اول رو گرفته بود. بله، خیلی که در اینجا ما می بینیم کریم جان حسنوف نوازنده ما از روی نامیناسیون نوازنده عنعنوی در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شرکت ورزیده در دور نهایی سزاوار جای اول گردیدند که صاحب دیپلم آزمون و مکافات پولی نیز سزاوار شدند به مکافات پولی. این هم یک فخر ما. و من به همه بینندگان میرسونم که فخرالدین نیز در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من شرکت ورزیده ایستاده است، اما که به دور نهایی خطا نکنم راه یافت از نامیناسیون آهنگسازی که همچون کمپوزیتور و اطمینان داریم که امسال شما نیز با مهارت خود با ایجاد آهنگ‌های جذاب خود در این آزمون جای سزاوار رو میگیرید. و چی دستاویز آوردید باز به برنامه فضا؟ راستی ما تکرارم شود از نام کل جوانان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولت نایب عبدالرحمن جامی باز هم مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که امروزها بهر دستگیری جوانان به نهایت توجه خاصه دارند. سرود را با نام ما جوانی میکنیم، شعر مفتون است و آهنگ بنده است، پیشکشی تماشابینان تلویزیون گردان. خب مشتاقم، مرحمت. جوانی میکنه، در جوانی نقطه دانی میکنه. ما جوانی میکنه، در جوانی نقطه دانی میکنه. در کناری میهنی آزادی خوب از دل و جان شادمانی میکنه. در کناری میهنی آزادی خوب از دل و جان شادمانی میکنه. ما جوانه
جوانه ما جوانه ما جوانه جوانی میکنه ما در این سالی جوانی بیشتر همتی قلبی و جانی میکنه ما در این سالی جوانی بیشتر مهنتی قلبی و جانی میکنه بهر این اقدامینه کی پیشوا راهی او را قدردانی میکنه بهر این اقدامینه کی پیشوا راهی او را قدردانی میکنه ما جوانه ما جوانه ما جوانه جوانی میکنه ما جوانه ما جوانه ما جوانه ما جوانی میکنه ما جوانه جوانی میکنه ما جوانه ما جوانی میکنه دوستان عزیز بار دیگر درود میگویم. در برنامه مهمان داریم فخرالدین دولتوف، مدیر بخش فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی و شاعره خوشکلام رابعه خالمیرزا و اهل هنر، اهل فرهنگ، عموما ایجادکاران تلاششان بهر این است که به مردم، به خلق، به خواننده خود، به شنونده خود روحیه بخشند، یک الهام بخشند، از زندگی آنها بگویند تا در وقتهای فارغ، در وقتهای خستگی از شنیدن یک ترانه، از خواندن یک شعر، از خواندن یک حکایه آنها لذت برند. همین ترانه است مجموعه. تا جایی که میدونم در برابر آنه که شما شعر میگوید بعضا پارچه های خردی نثری نیز مینویسید. آره، من گمان میکنم که هر یک نفر، هر یک ایجادکار حتما که نوبت از اون که او شاعر است و پاره های نثری دارد. خواه نخواه انسان ها همیشه اول با نثر آغاز میکنن. گرچند میدونم که شما با شعر آغاز کرده و به نثر پیوستید ولی نثر شاید در نثر بیشتر میتوان راز دل را گفت، گپ‌های دل را گفت. ولی امروز حال حاضر من میخوام که درباره هنرمندان ناحیه عبدالرحمن جامی که به اینجا آمدند و فضای خواجه مستان عزیز را به اینجا آوردند و بویش رو احساس میکنید. میخوام درباره اینها بگم. یک شعر خواجه مستان هم دارم که خواجه مستان عزیزم بارگاهی بختی من، مسند اقبال من هستی و تاج تختی من. در کنار دیوفتم من خانه آباد خویش، با تو بودم روزگار شاد و هم ناشاد خویش. زادگاهی من تویی، یک پاره خاک وطن، بر تو میبخشم تمامی دفتر و ایجاد خویش. خوب در عموم یک شعری که برای خواجه مستان بخشم راستی شاید اینجا یا که دیدم که یک نوع هیجانی بخشم کرد. خواه من زاده خواجه مستان هستم، زاده ناحیه عبدالرحمن جامی هستم و میدونم که مردم بسیار با هنری دارد ناحیه ما و امروز من افتخار از آن دارم که در فرهنگ ناحیه ما، مدیر شعبه فرهنگ ناحیه ما، یک جوانی خیلی آگاه، یک جوانی واقعا هم با فرهنگ و کار آمده است و الان احساس کرده می شود که فخرالدین خیلی هنرمندان را گردی هم جمع آورده است و همون روز در اندلیب من شاهد بودم که جوان با نام فردوس و دخترک دیگر اینقدر بدیهی زیبای سرودند که همه اعضایان ژوری حتی در سامانه‌های اجتماعی شما پخش کردید. حتی در سامانه‌های اجتماعی پخش کردم و بسیارها پرسیدند که واقعا آنها ارزش این را داشتن، زیرا خیلی جوان هستند، هنرمند هستند و فخرالدین که خود هم جوانی هنرمند است به قدر همین هنر میرسد و هنرمندان را اطراف خود جمع آورده است و از این
از این تنها میتوان خشنود بود، از این تنها میتوان خشنود بود و فخرالدین را مبارک باید گفت. شما از زادگاه گفتید، ببینید مثلا هر ایجادکاری که هر کجای میرود، هر گوشه‌ای که دنیا هست، ولی همیشه به یاد زادگاهش میافتد، همیشه در ذهن او منظره های زادگاه، همون کوچه های زادگاه، همون مثلا پستخمی و نمیدونم همون فضای زادگاه در ذهنش میآید و من فکر میکنم که همیشه منبع ایجادی او است، همیشه همون منظره ها، همون حالت ها را از همون جا در ذهنش میبرد و اینو در کار ایجادی خود بسیار استفاده میبرد. آره این هست. خانه یک انسان، یک شخص ایجادکار در نوشته هایش همیشه از زادگاهش بسیاری وقت از زادگاهش یادآور میشد و اگر گلرخسار نمی بود شاید ما یخش را نمیدونستیم، با اینقدر بزرگی نمیشناختیم، و یا اگر رسول غمزت نمی بود داوستان اینقدر مشهور نمی بود و یا مخشعل را ما نمیدونستیم، زیرا یک انسان بزرگ میتواند که دهه خیش را به اینقدر بزرگی نزد مردم بنماید. اصلا شاید بعضی زیبایی هستن که به چشم همه نمودار نیستن و تا آنها را تنها همون ایجادکاران میبینند. و کس به شیراز نمیرفت اگر سعدی نبود. استاد بزرگ وقتی که من در شیراز بودم، وقتی من در شیراز بودم، کنار آب و رکناباد گلگشت مصلا رو چنان جستجو کردم، ولی در آنجا من دیدم که یک جویچه نظر ناگیری هست و بزرگی حافظ که کنار آب و رکناباد گلگشت مصلا رو اینقدر در روی دنیا مشهور کرده است و ما به خاطر دیدن همون آب رکناباد به شیراز میرویم و یعنی همون ایجادکاران هنرمندان خیال یک شاعر، یعنی که پرواز، یعنی که یک شاعر، یک هنرمند میتونه که همین قدر زیبا بی‌سرایت با که زیبایی هایی که یک نفر دیگر میخواد حتما اونجا رو ببینید، یا وقتی موین میخوند که دلم میخواد به اصفهان برگرده، بازم نیمی جهان برگرده، دمی چی هست. و وقتی ما رفتیم اصفهان رو هم دیدیم، واقعا اصفهان یک شهر زیبا بود نیست، لیکن همین بزرگی ایجادکاران است که دهه های کوچک خیش را اونقدر بزرگ میسازند و همه انسان ها خود زادگاه خیش را دوست می‌دارند و دوست داشتن وطن هم از دوست داشتن از زادگاه آغاز می‌یابد. اونی که میگوید که فلان دهه‌اش رو وصف کرد و این معنای محل رو نداره. این معنای محل رو نداره. یعنی که دوست داشتن همیشه از دامان مادر، از دوست داشتن مادر، از دوست داشتن زادگاه آغاز می‌گیره. تشکر زیاد و خیلی خسته نباشید و خیلی زیبا هم گفتید. با امروز دوستان عزیز بار دیگر یادآور میشم که در برابر مهمان فخری ما رابعه خالمیرزا، همچنین فخرالدین دولتوف نیز حضور دارند، یک سراینده جوان با استعداد و همچنین راهبر بخش فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی. میدونید در راهبریت بودن، یک مثلا زمام یک مؤسسه را در دست داشتن، من فکر میکنم برای ایجادکار بعضا وقت مانع ایجاد میکنند، یعنی برای کار ایجادی کمتر وقت صرف میکنند، یعنی کار تشکیلی و دیگر کارهای زیادتر. خب شما چی فکر دارید؟ چگونه به همه این دست مییابید؟ باز آهنگ ایجاد میکنید، ترانه میسازید؟ راستی درست قید کردید فرقت جان. هنگامی که هر یک شخص باعث راهبر کار فعالیت می نماید، این چنین راهبری بخش فرهنگ یک راهبری است که در آنجا شخصان صنعتکار کار و فعالیت می نمایند، به نهایت نازکند. بله بله. راستی با هر یک تی نازی هر یکی رو برداشتن، با هر یک فعل و رفتاری که داری هر یک کارمند باید ما مقصد کار کنیم. و چیزی که شما قید کردید برای وقت یافتن، برای کارهای ایجادی بند شدن، از هر یک شخص وابستگی کلان دارد. اون نفری که کسبش را دوست دارد، من فکر میکنم داده شدگی باشد در همون ساحه، من فکر میکنم وقتش رو مییابد. و واقعا بعضا وقت من مثلا اینقدر سرکار مدوتوز و دیگر کارهای داریم، من حتی در مثلا هنگامی در راه رفتن ایجاد میکنم، مینویسم، بعضی چیزا ما قید میکنم و یا اینکه شب برای خود وقت جدا میکنم که یک کار ایجادی خود را براه مانم. منم خیلی چنین راستی فرقت جان، همه وقت در وقتهای خالگی با جستجوی
متنای خوب مشغول میشم. وقتی که متن رو یافتم در تلفن رسم گرفته و میمونم و هنگام در کجای باشد که همین وقت خالگی رو یافتم و یا از زبان زده کرده و بعد وقتی که آهنگ آمد با آهنگ می درورم. می شود آهنگ هایی که بدون متن ایجاد می شود؟ همین گونه آهنگ سازان زیاد هستند که اول آهنگ را ایجاد میکنن بعد آهنگ ایجاد کرده خود را به ترانه نویسان مراجعت میکنن که در آن متن ایجاد کنند. درست است. بعضا وقت می شود اول متن را می یابیم و بعد به آهنگ می دروریم. بعضا وقت می شود که آهنگ ایجاد می شود و وای را ما گرفته ثبت کرده در یک جا میمونیم و با همون موافق با همون آهنگ مصرع‌های شعری رو گرفته جابجا کرده مقصد میسازیم یک سرود. خب تشکر زیاد. باز چه ارمغانی دارید برای ما؟ راستی شاعره ما پیروبی خان امروز برای وطن دوستی خیلی سخنهای خوبی گفتن. میخواستم یک سرود وطن را که از استاد نظام قاسم است پیشکشی تماشابینان تلویزیون کردم. خب مرحمت. فقط وادی و کو صد غرور است و وقار است و شکوه این وطن است فقط آلو درخت و درختش تو ببین میوه بخت این وطن است فقط آلو درخت و درختش تو ببین میوه بخت ما نه تنها پسر این وطنه بلکی به جان سپری این وطنه ما نه تنها پسر این وطنه بلکی به جان سپری این وطنه شهر نه آن فقط آن دهکده نیست قدقدی را قطاری سده نیست شهری جان دهکده ایمان است رشه هایی سده اش در جان است شهری جان دهکده رشه هایی صده اش در جان است ما نه تنها پسری این وطنه بلکی به جان سپری این وطنه ما نه تنها پسری این
ما نه تنها پسر این وطنیم بلکه با جان سپر این وطنیم. واقعا هم خیلی یک آهنگ جذاب، متن جذاب و سرایش جذاب بود. خیلی زیبا. آهنگ خودتون است؟ بله. خیلی آهنگ مشهور هم هست. من در چند جای این ترانه را شنیدم. در طریق تلویزیون های دولتی بسیار پخش می شود این آهنگ. و امروزها در وصف وطن گفتن، از غرور وطن گفتن، از غرور مردانگی وطن و از حفظ و ننگ و ناموس وطن گفتن خیلی خوب است. محض در همین شب و روز که ما در عرفه 30 سالگی جشن استقلال دولتی تاجیکستان قرار داریم و باید که در همین شب و روز یک تنتنه خاصه داشته باشد تاجیکستانی عزیز. یک تنتنه داشته باشد که فراگیر باشد. نه تنها ما در یک سطح تلویزیون، نه تنها در یک سطح مثلا یگان کارخانه و مؤسسه، بلکه با عائله خود در نزد خانه خود به قید گیریم، یک شیرینی میپزیم چگونه که دیگر جشن رو میکنیم. زیرا یکی از جشن‌های خیلی بزرگ ملت تاجیک جشن استقلال است. و شما نیز در وصف استقلال زیاد گفتید، نو میگوید در وصف وطن. میشود چیزی را بسرایید؟ تاجیکستان تا جهان باقی است، نامد زنده باد. هم کنار جاودانی عشق بود و خنده بود. هر کی ناشکری کند از فیض تو فیضش مباد. اختر بخت سعادت بر سر تو بنده بود. اگر بگویم که همه جشن ها رو اگر جمع سازیم، من گمان میکنم که بالاتر از همین جشن ها جشن در شهامت جشن استقلال هست. یعنی که آره چقدر ما درست درک میکنیم. و جشن استقلال، اگر جشن استقلال نمی بود یگان جشن دیگر وجود نمی داشت. برای جشن وارستگی، جشن استقلال، جشن آزاد بودن، استقلال، جشن داشتن وطن ما تنها سخنهای منبر نیست. یعنی که ما در حقیقت در فضای خانواده هم استقلال داریم، وطن را دوست می‌داریم و بگذار تا با چنین بودا. یک چمن گل‌های سپید از زمین آرزو روید. صبح شد مادر، بایدم راهی سفر پوید. باد می‌آورد دم و دم، نکت آغوش یاره. می‌شود پر آشیان سینه من از خماره. می‌روم آنجا که حالا رفتن من فرض باشد. می‌روم آنجا که حالا انتظارم هست یاره. مادر بیک و گره از ابروان خیش و خیر. شاید آنجا عقده را و همه سازم زیکار. می نشانم من غریبی را به زیر سایه زلف. می چشانم تشنه را آب شیر خوشگواره. میروم این صبح شهر واژه های آفتابی. کندر آنجا مردمانند انتظار شهریار. صبح شد مادر و از این طفل است که میلش بر تماشاست. می رود اما نمیداند که راهش تا کجا هست. آفرین، خسته نباشید. واقعا هم شعر زیبا بود. واقعا هم یک برنامه جالب داشتیم با شما. افتخاری هم صحبتی با شما برای ما دست داد. آفرین میخوانیم به ایجادتان، به سخنهای زیبایتان و فخرالدین نیز شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه فضا. آمدید و فضای تلویزیونی سفینه را، فضای برنامه ما را دیگرگون ساختید و باشد که همیشه چنین باشد. باز با یک ترانه دلنشین فخرالدین ما به برنامه امروزه فضا حسنی انجام میبخشیم. امیدوار هستیم که همین گونه سرجمعی، همین گونه خوشحالی، همین گونه گفتنها زیادتر باشد و در خاندان مردم تاجیک همیشه صدا دهد. دهانت ز لب و لب ز دهان شیرین تر. خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. نرسد با لب تو لافی سخن تو تیرا. گرچه هست از همه شیرین سخنان شیرین تر. نرسد با لب تو لافی سخن تو تیرا. گرچه هست از همه شیرین
سخنان شیرین تر، سخنان شیرین تر، سخنان شیرین تر. در دلی تن لبت همچو شکر شیرین است، لیک در دیده خوناب فیشان شیرین است. کام دل گرچه شده است شوری غمی عشقی تو تر، جان شیرینی منی بلکه ز جان شیرین تر. کام دل گرچه شده است شوری غمی عشقی تو تر، جان شیرینی منی بلکه ز جان شیرین تر. ای دهانت ز لب و لب ز دهان شیرین تر، خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر. نرسد با لب تو لافی سخن تو تیرا، گرچه هست از همه شیرین سخنان شیرین تر، سخنان شیرین تر، سخنان شیرین تر. نی شکرگر چیزی سر تا به قدم شیرین است، نیست از قدی تو ای سر و روان شیرین تر. نی شکرگر چیزی سر تا به قدم شیرین است، نیست از قدی تو ای سر و روان شیرین تر. جامی است وصف لبت سر نشیکه برچی عجب، نقطه ناید از آنش به زبان شیرین تر. جامی است وصف لبت سر نشیکه برچی عجب، نقطه ناید از آنش به زبان شیرین تر، 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 به زبان شیرین